سلام خانم و آقایون دوستان فوتبال، به چنل خودتون خوش اومدید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید. حالا بریم خبرهای امروز رو بررسی کنیم. خب هواداران خانومی که یکیتون طرفدار النصر هستید، دیگری هم طرفدار استقلال، ولی طرفدار استقلالیم، ولی با این تفاوت که چون هنرپیشه مورد علاقه‌اش رونالدو بوده، لباس هنرپیشه حالا فوتبالیست مورد علاقه‌اش. خودت صحبت کن. با لباس النصر اومدی و لباسی که تقریبا 2 فصل پیش النصر و کریستیانو رونالدو می‌پوشید. خیلی خب من دوست داشتم رونالدو هم بیاد، ولی خب متاسفانه نشد، ولی باز خیلی خوشحالم که طرفدارشم. و اینکه حالا با لباس النصر داری میای یکم برای خود عجیب نبود اصلا این کار؟ خیلی همه یه ببین جوری استقلالی‌ها با لباس النصر بریم. آره همه دارن نگاه میکنن، همین زرد بین این همه آبی با لباس کریستیانو رونالدو. بسیار عالی. حالا با من هوادار استقلال که حالا قطعا هر دو جفتتون هوادار استقلال هستید، بازی رو منطقی چند پیش بینی می‌کنید؟ 1-0 به صورت استقلال. شما چطور؟ 1-0 به صورت النصر. النصر خب واقعا چیه؟ الان شما واقعا هوادار النصر کاملا اصلا آره، ولی خب الان اینجا طرفدار النصر. الان کلا شما دوست داری النصر صعود کنه از این مرحله؟ بله. واقعا؟ چرا آخه چجوری اگه میشه هوادار استقلال باشی؟ رونالدو هم صعود نمیکنه دیگه جام چیزا. شما به خاطر رونالدو دوست دارید که النصر صعود کنه که اونورم بره بالا. بسیار عالی. و شما چطور؟ 100% استقلال. اینجا اصلا دیگه آبی و قرمزی است، بحث ایرانه. بحث ایرانه. بسیار بله. به هر حال الان یه چند ساعت دیگه مونده به شروع مسابقه. هوا خوبه دیگه، یا سرد هم نیست؟ نه هوا خیلی خوبه اتفاقا. خیلی متشکرم، ممنون از شما. می‌کنم، مرسی. با اجازه. استقلال در مسافت تیم النصر پرستاره عربستان تو تهران و نیمه دوم مدیریت بسیار خوبی داشتن. روزبه چشمی خیلی خوب تیم فوتبال استقلال رو به عنوان یک لیدر، به عنوان یک رهبر در خط دفاعی تونست کنترل بکنه. چقدر داره خوب بازی میکنه این روزها صالح هردانی که به یک به اصطلاح بلوغ کامل در سمت راست خط دفاعی تیم استقلال رسیده، برای تیم ملیمون هم داره بازی میکنه. همکاریش با رامین خیلی خوب بود و شاید به نوعی تونستن حتی با یه چیدمان درست، یه تحلیل، یه بازیخونی مناسب، آقای بوجوویچ و اعضای کادر فنی تیم استقلال اون فشاری که نیمه اول تیم النصر در سمت چپ خط دفاعی استقلال داشت و آرمین سهرابیان داشت خیلی اونجا میجنگید، توپ میگرفت، تکل میزد، رو مدیریت کنن تا فشار روی تیم استقلال در نیمه دوم برداشته بشه. خیلی مقاطع خوبی هم استقلال ایجاد کرد. اضافه شدن کجا شاید میزان دوندگی در خط حمله استقلال رو بیشتر کرد، اما حیف که تیم استقلال نتونست در تهران ببره و برای بازی برگشت اندوخته مناسبی داشته باشه. اما تعویضایی که به هر حال انجام شد روند کاری رو برای تیم استقلال بهتر کرد. حالا زمین که ما هایلایت‌های بازی هم داریم با هم می‌بینیم، کوشکی که فوق‌العاده است. اگه چنل ما براتون مفید بود سابسکرایب کنید و به دوستان خود نیز معرفی کنید. سلام، خسته نباشی. استقلال النصر آزادی 0-0. بله خب بازی خوبی بود. استقلال نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد. خداییش مربیش اصلا بازی رو تغییر داد، ولی خب بالاخره امکاناتی که اونا دارن ما نداریم و بازیکنایی که حالا خیلیاشون نیومده بودن، بازم خدا رو شکر که 0-0 تموم شد. ان شاءالله که بعد چجوری دیدی بازی النصر؟ جان سرمربی استقلال بوجوویچ خوب بود. یه انسجامی نیمه دوم به تیم داده بود، خدا رو شکر. با فرزندتون اومده بود. بله. شما استقلالی هم؟ سلام، بس چه بگو؟ من راستش پرسپولیسی ام. به خاطر بابا اومدی؟ بله. من اصلا استقلال علاقه‌ای به استقلال ندارم. 0-0 شد. من خوابم برد وسط بازی. دوست داشتی استقلال ببازه امشب بابا رو اذیت کنی؟ نه، من کاری نداشتم. من تیم حال می‌کنی تیم بابا الان توی مرحله تیم شما نیست؟ نمیدونم. بابا اذیتت نمی‌کنه؟ کری نمیخونه تو خونه؟ نه. تو اذیتش نمی‌کنی؟ نه. بابا اذیت کن بابا رو دیگه. کجای جدولین شما؟ یه سوال ازش بپرس، بابا کجای جدولی؟ بپرس. کجای جدولی؟ ان شاءالله که الله سلامت میایم بالا. ان شاء الله. دست شما در شما سلامت باشید. آقا سلام، خسته نباشید. شنیدم شما پرسپولیسی ورزشگاه آزادی استقلال پرسپولیسی این بازی خوبیه، خدا اینجا داریم یخ میزنیم. فقط من نمیدونم چرا این همه بلیط میفروشن، چرا این همه هوادار باید وایس پشت ورزشگاه اینقدر تو این سرما اذیت بشن. مشکل من چیه؟ داشتم به نظر اومد خود بلیط بیشتریا وی آی پی بودن، من اینجا وایساده بودم، همشون داشتن اذیت میشدن. بچه‌ها خوزستان اومدن از این ور از اون ور. من دیدی کسایی بتونه بلیط برن داخل جای بقیه رو بگیرن؟ میرن دیگه 4 تا لیدر میاد میکنه تو، 4 تا از اون ور میکنن تو. اونایی که اینجا بلیط دارن نمیتونن برن. ما 4 تا بلیط داشتیم روبرو جایگاه،
ما رو اومدن که راه ندادن، با باتوم هم داشتن میزنن، بعد گفتیم بریم بالا. رفتیم بالا، ما 5:30 دم ورزشگاه بودیم. دیر نیست واسه این جمعیت که داره میاد داخل، به نظر 5:30. با وقتی بدون بلیت میرن تو دیگه جا پر میشه دیگه. اگه ما بلیت نشستیم که نشستی سر جای ما. وقتی سازماندهی باشه هیچ کس نباید جای منی که بلیت گرفتم بشینه. حالا هر چقدر میام مثلا 7:30 بیام، بالاخره اون جای من باید خالی باشه. مسئولیتش هم با برگزاری تفاوتی الان بین ورزشگاه آزادی با ورزشگاه‌های اونور باید باشه دیگه. شما الان خیلی وقت حالا تو ایران داری زندگی می‌کنید دیگه، به این شرایط باید عادت کرده باشی دیگه. بله کشور ما چرا باید فرق کنه؟ همه این اتفاقات هست، همه این اتفاقات هست، منم قبول دارم، ولی به نظرت دیر نمیاد یکم. حالا از همینا بگذریم. استقلال چجوری دیدی امشب؟ به صورت ذهنیت باید می‌بردیم بازی. یکم شانسمون کم شد ولی هنوز امید هست. سرمربی استقلال چجوری دیدی پوشوویچو؟ خود دو بازی نمیشه زیاد قضاوتش کرد ولی بازی سختی هم بهش بد نبود. هنوز شناخت پیدا نکرده ولی باز به نظر مثلا شناختی داشت به استقلال تهران وقتی اومد، یا فقط اومد که به قول گفتنی یک نیمکت بزرگتری از استقلال. این ما که اصلا رو مادزاری بسته بودیم، این یهو خبرش پخش شد که این اومده. میگم مادزاری خیلی شرطای عجیب و غریبی گذاشت. آره قبول دستیاراشو بیاره. خودت به عنوان طرفدار استقلال راضی بودی مادزاری با اون شرایط بیاد؟ والا اگه قهرمان موسیمانه می اومد و دوباره میخورد و میبرد که والا نه والا، ولی آخه موسیمانه رو همش اولش میگفتن حرفه‌ایه بعد آخرش عذاب داره کشید. آره دیگه. حالا بعد چند بازی بگذره ببینیم چیکار میکنه دیگه. باز حالا تیمش باز سازماندهی بازی میکنه، خیلی به هم ریخته نبود امروزا. از اینکه چنل ما رو دنبال میکنید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. بگو جانم. خسته نباشی. خدا قوت. بازی که ما همین که هم پرسپولیس نشیم بریم، هم خودمون رفتیم بالا، این از همه بیشتر بود. خب خیلی بهمون حال داد. اما من فقط موندم بازی پرسپولیس ساعت چند بود من ندیدم. این یک دو هم نگاه کن دیگه، از این بهتر چیکار می‌خواستیم کنیم؟ ما هر بازیکن که میاد مصدومه. از شما مرداد محمدی بگیر، آفت جعلی بگیر، ما چپ آرمین سلیمانی نمیذاریم، چاره‌ای نداریم، کسی نداریم. اما ان شاءالله همین مربی هم بمونه، ایشالله سال بعد ببینیم چه کار می‌کنیم. چند هفته بود فشار رو سید حسین خیلی زیاد بود. چند بازی عالی، سید حسین عالی. شعارهایی که روی سکوز علیه آقا اینا به خدا پرسپولیسی ان. سید حسین یه روحیه‌ای داره، اگه یه ذره فشار بیاد روحیه‌شو میبازه، نمیتونه گلری کنه. تنها ضعف سید حسین همینه، یه ذره بهش فشار بیاره نمیتونه گلری کنه. بازیکنای مسئولم کمر شکونن. یه ذره مسئولی هم امشب عالی بود. عالی. آقا بازی استقلال النصر 0-0 شد، نظر در مورد بازی نسبت به دیروز خیلی بهتر بودش، ولی خب اصلا رسید به استقلال اصلا توجه نمیکنن. نمیدونم چرا فرق میذارن کلا. حیف این همه تماشاگر به خدا. استقلال چی می‌بینی الان؟ مشکل مدیریت، فقط مدیریته. مدیریت اگه خوب باشه این تیم اینطوری بازی نمی‌کنه. ما الان باید تو ورزشگاه می‌بردیم النصر رو. النصر باید می‌بردیم. مشکل اصلی ما مدیریته. آقای تاجرنیا، کلا آقای جویباری چیکار کردن؟ هیچ کاری برای استقلال نکردن. هیچ. چرا باید واسه توی فصل بازی قبلی که النصر بازی کرد تا الان کمد این سومی چهارمین سرمربی بود که روی نیمکت استقلال. هنوز یه سال نشده 4 تا 5 تا سرمربی. تا آخر فصل فکر کنم 5 تا دیگه میاریم. تا آخر فصل دیگه میره. آقا این تیم حکومتیه، مردم میگن نه. من میگم آقا مدیر عامل ما بابای من که خونمون نمیاره، چرا مال پرسپولیس عوض نمیشه؟ فقط مال ما. اگه حکومتی ما این بچه‌ها هر سال آقا هنوز بازی دربیه 2 ساعت مونده نه 5 ساعت مونده، مربی اون عوض شد. پس اینا میخوان ما ضعیف بشیم، نمیخوان ما قوی باشیم. آقا بحث ضعیف شدنش کنار، بحث فوتبال کنار. آقا یه خورده به تماشاگر جماعت احترام بذارن. آقا درا رو گرفتن بستن، تماشاگرا ریخت. آقا وایس دقیقه. آقا اینجا واقعا داشت حادثه منا رخ میداد. مردم زیر دست پا داشتن لی میشدن. آقایون این انتظامی وایساده بودن، مردم داشتن با باتون میزدن. خب من خودم این بچه اینا داشت خفه میشد، من خودم کسایی بودم که از زیر دست پا در اومدم، تا در اومدم باتون خوردم. اینا بگو آقا اگه بخشم نمی‌کنی، جنایت است. شما احترام بذارین به این مردم. این مردم ببین همه شما حقش کارگر و کارمندی اومدی وقتمون رو گذاشتیم، از زن بچه‌ها سر سرما و گرما اومدیم اونجا احترام می‌خواد. این احترام نیست که ما گذاشتن. که حتما به مسئولین بگین آقا با باتوم زد به پا، می‌خواست پام بشه به خدا.
یه بچه زیر پام خفه میشد، من به زور در آوردم خدا وکیل این بچه رو. آقا سلام، خسته نباشید. بازی 0-0 شد. النصر با تمام ستاره هاش متوقف شد تو بازی. بچه‌ها عالی بودید، دمتون گرم. ست حسین، روزبه چشمی، دمتون گرم. واقعا به غیرت به خرج دادید. همیشه همینجوری بازی کنید. با اینکه ما این فصل 6 تا مربی عوض کردیم، اصلا صحبت مدیریت نداریم. واقعا عالی بودید، دمتون گرم. کوشکیو چجوری دیدی امشب؟ عالی بود، دمتون گرم. استقلال چه ببره چه ببازه ما همیشه پشتش هستیم. 75,000 تا تماشاگر از شهر به شهر، از کل ایران اومدن امروز بازی استقلال رو کنم. واقعا عالی بودید، دمتون گرم. بلیط فروشی افتضاح بود، بلیط فروشی خیلی افتضاح بود. داشتی خودت؟ آره ولی رفتم بالا. بلیط جایگاه داشتم ولی رفتم بالا. بلیط وی آی پی داشتم بالا. هر چقدر که هزینه کنن بازیکن بخرن، ورزشگاه بسازن، وقتی این جماعت تو ورزشگاه نیاد فوتبال به یه 6 نمیاد. تمدید رامین رضاییان اندوی، اگه تا به حال چنل ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم روشن کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.